سلام. وقتی به خواهرزاده‌ام گیر دادم که باید کیک خیس درست کردن رو یاد بگیری، بهش گفتم 4 تا تخم مرغ و کمی وانیل و 1 لیوان شکر رو با دور تند همسم بزن تا رنگش این شکلی کرمی بشه و نصف لیوان روغن، 1 لیوان شیر بهش اضافه کن و کمی با همزم بزن تا با هم ترکیب بشن. حالا باید مواد خشک رو با هم ترکیب کنیم. 2 لیوان آرد، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر به همراه 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو خوب با هم دیگه الک میکنیم تا گلوله نشن و بعد به آرومی فیلدشون میکنیم و ظرفی رو که از قبل چرب کردیم مواد کیک رو داخلش میریزیم و با آرامش داخل فرن میذاریم و بعد این شکلی سوخته تحویل میگیریم و ما کم نمیاریم و به کارمون ادامه میدیم. 1 لیوان شیر به همراه 1 لیوان شکر و نصف لیوان روغن که قرار سس این کیکمون بشه روی حرارت میذاریم و 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو با 100 گرم شکلات شیرین یا تلخ هر چی که دوست دارین داخلش میریزیم و اجازه میدیم تا ذوب بشن. مواظب باشین که فقط جوش نکنه. یک کم که حرارت دید کافیه. بعد سوخته ها رو از کیک جدا میکنیم و با یه سیخ چوبی سوراخش میکنیم که چرا سوخته و بعدش هم سس رو بهش اضافه میکنیم تا به خوردش بره و اینجوری کیک خیسمون آماده میشه و این شکلی برش میزنیم و نوش جان میکنیم. جاتون خالی.